داده چای میخوری برو من برای تو باید میگیره یک تلوز چای بریم من بگی بیا بیا تو با تو کارم دارم بگی تو چه کار میکنی؟ دل من میده برو بسرم و کتاب جای جا داره باش که میکشن کلیده بیاد داره برای تو بگم چیه بابا؟ چه کار شده؟ میگم همی گیله که شما بیاوردین اینجا که پیش ما بزدر شه بیا اینجا با من طلب میده چره؟ چی گفته؟ ایشته چری بیا مادر به من میگه دمی که نانه ایرانیه باش بدر میشه بدر سرای با پشت بوم میره که رفت میشه بیا من چی میگه میگه من بیا مادر به خاطر تو اینجا کار میکنم من تو وایم که بوستون مواشختون به میگه که میگه این بسیار گنده چیش میگه بدر ما من فرقلا رو می جواب کنی که راست میگی؟ بابا تو دروغ گفته بودم تا حالی یعنی گفته ما تو وایم به خاطر تو میام اینجا میگه ما به خاطر تو بیا مادر اینجا کار میکنم من تو دوست دارم من تو وایم که تو من گوش داری بعد میکنی کجا رفاله؟ من چی خبر دارم بدر شده دیگه بعد میکنی که تکه پا بزنه این با کار میه چشم بعد دارم من خوش ندارم این کارهای تکه پا آفرین خوب شد بگفتی باشه بیا اختیار میکنم بابا نه گفتم که باشه بابا برو خب میگم که برو من بفهمونه اگه هر دیگه برو نمیته نگه من خودم میکنم سر بده چه؟ سر بده بیایی همون گپا مردم قدیم راست کده داده طرفداری آدم بیعقل هیچ وقت نکن خب برو من که بیعقلی به چرا شما به سر کار میاد های ساده بیاردیم گفتیم یک لگونین بخونه خب برو اینجا کار میکنه خودیم روز پول میدیم سعی که دوشته کارا میکنه این سلام علیکم علیکم بیا بشی هوای سیستم جنگله شکر خیلی اصلا یک ما چای نمو کی بیا همین پوچو گیلا من یک گپ از تو میپرسم خوبه؟ تو به خاطر کی اینجا کار میکنی؟ کی؟ تو خاطر بشنیدی برو من که باید تو دروغ نمیگه بشنیدی امانی یعنی خاطر لیلما داریم اینجا کار میکنی که چره؟ خب نانه میگفتن روز آخر میدم تو خب نانه تو گفتم و میخواه خیال دهنه تو بشین گیلا به تو هیچی نمیگم خوب از این گپ تو خیلی به سرم تاثیر کرده خاطر نانه مگو از تو مرگ برام یا هستی که اینجا میای به خاطر دادیم لیلما کار میکنی خب نانه میگفتن نانه تو بعد که گفته خدا قسم نگه اسم دادیم لیلما رو لنگاتو میشکنم جواب دی برو که من چیزا چی بکنه بخی تیز من میخوام خیالی را شیشتیم تیز از اینجا کمی دیگه تو بدی سر نمیدونم گیره که تو از سفیر روزگار معلوم میکن بخی دیگه بخی دست خود بیچه به خدا بالا بله که به خدا رو تیش بود چرا به خودت میرسه وقتی تیر که خود از اینجا بله بگه نه اینجا تیز حاج به سر توشه بابا جنب ما میگه من به خاطر از او کار میکنم تو دیگه ما بیسرا ببینم تو باش لالا من بیایه میفهمونم دیگه دیشتا بسرا راه نده اصلا ما دلسوزی میکنه که اینجا کار کنه چند لغمه نونه بخونه خب باید پول میدیم بزو اینجا که نمک برمی میکنه با نمیتونه دیگه من تکاسی بعد اینجا پیاله نوالا میکنیم هم دفتی نکی میزدی بعد مردم چی میگه میگه خدا دیگه چیکار بکنه که این زن تو سر شکستون دست شکستون به من نمیگفتی اصلا ما دیزا نمایی که پیش ما کار کنه بیزار ما آدم بیعقله یک آدمی باشه که کار کنه دست برای پابرای باشه نمیست لازم بیده بیان اصلا طاقت من نمیه من میره خود پیار از این گفت میزنم تو سرگر تو بسه تو یه لکرم بیریو کردیم برا همه کارا بفتاد به دشمه بردن من برار معباس به خاطر مکتب خو دست به سیاه و سفید نمیزنه همه گسپنده و گوه همه بفتاد علف تره کنی به خم نمیفهم چی کار کنم برال شل شیر خیریت باشی با ما مشاکل مای بیه شفایت به چی خوب بکنه دیگه نه من رو دیگه خشت اطلاع دیگه ندی و چی تو را نمیدی خلاص بلا کجی جانشتنی؟ شکر ما مشاکل بخیری خوبی کیاری سلامتی؟ الحمدلله چه کار میکنی؟ همیتی بیا بدون که من کلف تیره کن آه دیگه خب میگم کچری همی گیله که بیرو کردیم گله که
چری داره ماما شغل اول به شما نگفته که چری به چی خاطر به در کردی از بعضی آدم غلطیه که به در کردی از بعضی آدم خودخواهیه که به در کردی چه کار کرده چی از بیشتر ماسته چه کار میکنه بگی همی کور بکن میکنه تو آدم بیکاریه کور به در کردن اگه بگی کور بکن میکنه سهیه ماما شغل شما بچه بیعقل خود دفاع نکنی گیلک به سرا ما کار میکرد به خاطر دادیمه وردش تا گفته ما که به می سرا شما کار میکنم مزدور در خونی شما شدم به خاطر تو شدم که تو رو بدم پریمه همی گپا زدنه حالا که ماما شغل مردم قدیم میگفتن که از آدم بیعقل طرفداری نکن دفاع نکن شما بیامدیم بچه بیعقل خود اینجا به من دفاع میکنی ما که از اون بچه خود هیچ بدرد ندیدیم حال شما ای تو گپا میزنی یعنی ماما شغل ما میگه پیش خود تیار کردی ما که نه از اون و می طول عمر خود همون گیلک و خود اصلا ندیدم که یکی بیا خرمر بگیره که بچه تو به طرف یک دختر چشمک زده ماما شغل شف نیشفتلونی همیتا ما به 10-15 آنی بد کردیم اشتباه کردیم که ما گیلک کرد به سرکار خود مزدور آوردی نماییم برارم پیاره من نماییم یعنی دیگه آخری نه آخری نه گیلک ری کنیم حساب کتاب برم بدیم همون پولی هم که از ما حساب کنیم بدیم به دستی اون به خیر و مار به سلامت والله خیر و فضا دیگه خلاص بریم به خیر بریم خوب گپی نیه مثلا نیه او ری میکنه بیام حساب کار پاک بدیم از او هیچی نگردونیم عرض مقبول حساب کار بکنیم بریم شما رو بخیر از ما بچه شما گیلک کسی به گوسپند چرونده نمیبوری همین جگاه به پیش ما بود اگه میته کار بیعقلی نمیکرد 4-5 رد خرجی ماشی برج 5-6 هزار روپیه رختی کوشی همه به جمع ما بود مفت میخود هیچ کار نمیکرد یک 4 بوتی علفی دره میکرد دوتا گوسپند و گوی جمع میکرد خلاص سیده راحت الان بریم سعی کنی که گیلک چه کار خواهد باور که کار شما به سر همون گیلک بود بابا روزگار شما رو میبینم برو بابا ما نام خدا دو براریم هر کار خود ما راحت سیده انجام میدیم ما شکر به هیچ کس هم احتیاج نیست بچه شما را که ما بیاورده بدیم دلسوزی کردن غریبی بید بریم ماما شاگل بخیر بریم اصلا ماما شاگل میفهمید ما تصمیم گرفتیم که دیگه آدم نمک محروم دیگه به کاسه سفره خود را ندیم او به سفره خود لغت زد خلاص بلا باید میبینون روزگار شما باشه براتن که با مطب میره تم از تو کاری آید نمیشه باور که مگر با دوباره بیایم پیشم عدیل پروفیسور بخی کاری آید میشود او برابر دو تا دو کار میکنه برو بابا ایرون بمیش ما مشاغل میمونم آدم هوشیار فهمیدی بیامد از آدم بیعقل مثل گیلک طرفداری میکنه وای 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 همی تیر روزا گرمه که ازی بر زمین او میدی ازی بر خشکه دل نمیخله لاله نیلیلا سلام علیکم مونده نباشین سینه گیلک جو خوبی بخیری لاله نیلیلا یک دقیقه بل نزنی بگو گپ بخو شتنیم شکر چی گپ جانجور تیاره هستی خیریته مادر ما به شما سلام میگفتن و علیکم مادر ما به شما سلام گفتن برو به نیلیلا بگو که خیر بینی تشکر باشه که همون 6-7 ماه 1 سال 8 ماه پیش من رای کردم به خونه به جا کجیر و عباس اینا از دور شدم انا حالا گفتم اگه یک کار خوبه بیتره بگیر تو میاین همینجا چیز کن خیر بینی گیلک جو کل جریان عباس با ما قصه کرد همه چیز با ما بگفتن خیر بینی که خدمت کردی با ما یک کوری ابروی به پیش همون رفقا ما نگاه داشتی زنده باشی خیر بینی تشکر بگو گیلک مردم قدیم میگفتم که از آدم بیعقل طرفداری نکن من نفهمیدم ما فهمیدی حال به سر خوردم بفهمیدم که دیگه از آدم بیعقل دیگه من هیچ وقت طرفداری نکن تا به روزی که زنده چرا باز میفهمی که چرا پس کلاس ما کار کنم افتکر اگر با آدم بیعقل طرفداری کردی ابرو تو رو نمیته مثل اوجو بری میته به در میرسونه چرا تو حال ابرو مر به در ریخت حالا جامعه پیدا نمیشه برای مسجد شما میشه خب جای هم هسته ولی به تو نه چرا تو بیعقلی ما با آدم کار پیدا میکنم بفهمیدی که یک پوری عقل کمال داشته باشه به جای هم که میره ابرو همون نفری که جلو روی میکنه حفظ کنه ولی تو حفظ نکردی تو ابرو مر پاک بریختی دم که عباس قب میزد به من قد خطایی به زمین تا میرفتم این کار تو کردی من یه آدم نمیشناختم نه نمیگفتن
گفت اگه اینجا پیشینا مزدور شد باشه 3-4 سال باشه که داده خود بدم به تو بدم. میگم من از تمیر پرسان کنم شما به خونه خونون خوردن خوردارین ادعا شما دست به خونه بالا میگذارین هم نانی تمی فکر بکرد یا نکرد او مرتکه مال چی کم بود داره به مثل تو مال 4-5 سالگی هم کارگر به دیاد داشته باشه گم در زمین و زمینداری داره تو برتی ادعا که دیگه ما دادی تور مایو شما اول برین شکم خورسید کنین باز بریم ایتا کارا بکنین و شما مردم مرغ مرده خور نمیده انا ولی برو را خور بکردم برو با خود میته بکر یک کار دیگه کرستی کار خوبی کسی هم با تو کاری نداره گونیگاه که پیدا کو کاری بخو یک کمی قشاد مشاد از میزم یک چهار طرف جمع کور نمیت تو سنیری کن دیگه کار به درس نمیخوره دیگه توبه کردم مثلا دیگه ایت گپا نمیزنم حالا من نمیشه بیام پیش شما مزدور شم دیگه ما به تو یک چیزی میگم گیلا من کشتکار کار و وظیفه منه نیه به غیر از این کار دیگه کار کردن نمیتونم تو که بیا یک راه عادت که دوباره پس برگشت کردن نمیتونی سیکو گیلا یک چیز دیگه چیه من میقدر به تو میگم با غیر از این من یا یک دیگه به هر جا که میری کار میکنی نمک برومی نکو خود مرتکه که 4 روز گذاره تو به خود مرتکه بشه تو فهمیدی تو 5 با من نگو به تو چی برو برات کار خب برو تو سیکو که تو کی به کار میبره تمام همین دیام خبر شده می مردم تمام همین مردم دی خبر دارم که تو چه کار میکنی بعد کاری کردی تو چشم بعد نمیداشتی به خونه و زندگی مرتکه تو گرفته بودی ببین 4 روز پرده و گذاره خو میکردی انا ولی برو میتونم خوب بگرده کجا بودی چرا گریه میکنی؟ برفتیم پیش نیلیلا پیش همسایا هر که میگم طور نمام دیگه ما براتون پیش کشی ما آدم بیعقل بودم که طرفداری طور کردم طور کار کنون طور به کجا رای کنون آخه تو چرا همیتا گفت سر مغز خوب در میکنی آخه چرا ایتا گفتی تو بابا جان من نگفتم من میگم به شما میگم نه بابا جان پیارمه دمی که من براتون به پیش عباسی رو مزدور شدم نانی من گفت اگه تو چند ماه 6 ماه 10 سال 2 سال 3 سال بشی دختر خور میدم خواهر خور به تو